جداگانه هست. قدر این سرمایه ها را بدانیم. اگر شوهری از همسرش راضی باشد، اون زن بهشتیه. بهترین زن در دیدگاه اسلام زنی که نماز 5 وقتش، روزه رمضانش، عبادتهاش انجام بدهد. اگر شوهرش بهش نگاه کرد خوشحال بشود، اگر شوهرش بهش امر کرد دستور داد اطاعت بکند، اگر شوهرش رفت مسافرت و غائب شد در 2 چیز اونو حفظ کند، در عفتش و در فراشش و در مالش. این کامل ترین زن است. این زن روز قیامت از هر دری از درهای بهشت که میخواهد وارد میشود. مردم باید واقعا فرشته باشد. خداوند میگه الطیبات